بعد از مدت ها که ویدیو نذاشتم با من بریم بیرون، یعنی کلاس زبان. و اول بریم موهامونو خوش کنیم. دیرم شده، ماسکمون بزنیم، موهامونو کند خوش کنیم که همین روزاست میخوام موهامو با فنا بدم. یعنی من 1 متر مو دارم، یعنی تا واسه مبارک قدمم 170 اینه 168 اگر دروغ نگم، 70 نیست. ولی خب دوستم قدم مثلا 173 174 اینا خیلی خوب میشه. و خیلی هم شلوغ سرم. همزمان یه فیلمنامه شروع کردم، زبانم هست، درسای دیگه هست، تولید محتوا هست. خیلی سرم شلوغه و گوشی هم هست. من یه ذره دروغ نگم اعتیاد دارم به گوشی و سخته واسم بیرون اومدن فضای مجازی اینا و اینجوریه دیگه. و دارم ادیت و تدوین و یه سری از کارهای دیگرم یاد میگیرم که مثلا کشیدن استوری بورد و اینا. راجع به کارگردان حالا بیشتر تحقیق میکنم. راستش دارم پلن ساخت یه فیلم رو میچینم، ولی واقعا ایده واسه سرمایه‌اش، واسه فیلم بردارش، واسه صدا بردارش، واسه صحنه چیز ندارم، واسه پیدا کردن بازیگرش. و فعلا دارم فیلمنامه‌اش رو می‌نویسم و خدا رو شکر یه اپی هم پیدا کردم که توی گوشی واسه این کار میکنه. حالا من کاغذی نسخه‌شو نوشتم، ولی خب کاغذی یه چیز دیگه است. بعد بیاد اصلاح شه ترجمه شه، چون اگر میخوای رزومه شه واسه بعد حتما انگلیسی کپشن بذاری. و بیاد بریم، دیر شده، خیلی هم دیر شده، چون واقعا دیر شد. ولی هیچ ایده‌ای ندارم مثلا چجور زود برسم به کلاس. ولی موهام خوب شد، نگاه کن. توی این دوربین زیاد مشخص نیست، من خرمایی روشنن با شاین طلا، یعنی از نزدیک به خدا رنگ نیست، طلایی اینجا توی دوربین خوب نمیفته. کلا موهای من ترکیب از طلایی و قهوه‌ای و مثلا اگر دوربین خوب باشه میفته. دلم میخواد رنگ کنم ولی خودم طلایی ها رو دوست دارم. نگاه کن تو دوربین واقعا نمیدونم خوب نمیفته، اون رنگی که اصلا نمیفته، چون گوشیم واقعا دوربینش زیاد خوب، یعنی خوب هست ولی اونقدری که باید خوب نیست. و میخوام برم عکس پروفایل بگیرم آتلیه، بریم موامونو کوتاه کنیم. امروز که نه، ولی الان یه روز دیگه موامونو کوتاه کنیم بریم عکس آتلیه بگیریم. قشنگ معلومه خوابم بچه، من قب ندارم، نمیدونم چرا جور میفته، ولی زاویه هم دارم تازه. قب ندارم، نمیدونم واقعا چرا قد لپا نبودم خوب میشد، نمیدونم. بریم بدو دیر خیلی. اینجا سوار تاکسی شدم، داشتم میمردم از گرما. یارو هم یه بنگی بود، انگار بود چی تو ماشینش بود، حالم هم داشت به هم میخورد. اینجا زده بودم بیرون از کلاس زبان، دارم با دوستم حرف میزنم. اینجا هم دست گل داشتم به آب میدادم، یعنی میرفتم خرید چیزهای گرون قیمت. چه وسایل پاستا رو گرفته بودم، خیلی وقت بود عوض کردم، ولی دارم میمیرم، خیلی سنگینه. اینجا هم داشتم غر میزدم سرتون که وسایل خیلی سنگین و اینا، ولی وسایل گرون این نبودن. رفته بودم لوازم آرایشی، بهتونم نشون میدم الان چیز خنگامو بهتون نشون میدم. آخه 800 تومن یه دونه مام، واقعا چجوری کرد تو پاچم، یا واقعا همین قیمته؟ خب بچه ها بیاید بریم هم پاستا درست کنیم. من لباسم عوض کردم،
خدای خیلی گرم بود حاجی. یعنی من دارم آتیش میگیرم. نشونتون بدم چی خریدم. اون مداده، یه مداد سفید دیگه چند وقتیش که نه، پریروزا گرفته بودم، نمیکشید داخل چشمم. و یه دئودورانت برای مشام عام، یه دئودورانت خیلی خوبم هست دیگه، نمیدونم مارکش، نمیدونم چیه. یه گفتمش یه چی خوب بده بو بد ندیم تو تابستون. اینم اینو داد، یعنی فروشنده اینو داد. و این مداد سفید چشم که گفتمش یه چیز به جان مادرت فقط بکشه، مثل اون تهش کند. دقیقه صبر کن، اینو چجوری بیارم بالا؟ خب یعنی چی حاجی؟ فشاری یا اول فصل دوباره تا پاچه رفت و تا دسته رفت تو پاچه. یعنی چه؟ خب بیا بیرون. پیچی نیست و چطوریه؟ بله برای دومین بارم سرم کلاه رفت، ولی میکشه. کشید؟ نه نکشید متاسفم. هم الفا کنم کشی ها، نمیدونم من خودم چیکار کنیم حالا. نامرد گفتم هر چی میگی یه چیز خوبی باشه. اینم از ضد حال امروز نمیکشه. امیدوارم اینو دیگه سرم کلاه نداشته باشه. بریم چیز کنیم، بریم آشپزی کنیم، خیلی گرسنمه. اول مرغ دراریم، بعد کارهای دیگه‌ش هم بهتون نشون میدم. ببخشید دوستان از این زاویه و از این نور و از این زاویه کلا تصویر میگیرم، ولی جایی نبود که دوربینم بذارم. بیایید با هم قارچ‌ها رو خورد کنیم. نمیدونم یوتیوب اجازه میده یا نه، یا پخشش میکنه یا نه. چاقو اگر بلد باشید با این انگشتا تا اینجا میگیرید، بعد اینو میگیرید اینجوری. اگرم زیاد خیلی نزدیک بگیرید، مثلا اینجوری بگیرید، انگشتتون اذیت میشه. اینجوری میگیرید. صبر کنید ذره دوربینو اینوری تر کنم، خودم نیفتم، اشکال نداره. مثلا این قارچ، حالا آشپزای حرفه این چیزشو در میارن میندازن دور. بکنین اینجوری آموزش میدید. چون من نمیخوام خیلی ریز شن، این به این سایز خورد میکنم. تندش هم اینجوری. اوه پرید. یه تندشو باید مهارت پیدا کنم. من خودم تازه یاد گرفتم چاقو به شیوه درستش بگیرم. حالا بیایید بالا. میدونستید پنه و غذای مورد علاقه منه؟ یعنی نه پنه، یعنی هر غذایی که با شیر درست میشه. اوکی؟ هر غذایی که با شیر درست میشه غذای مورد علاقه منه و من عاشقشم. یعنی دروغ نمیگم، واقعا خیلی دوستش دارم. مخصوصا سوپ شیری که با جو درست شده باشه و توش هویج نباشه و سیر زیادی. خدایی تو پنه نمیشه سیر نزد و من چون طعم سیر رو دوست ندارم توش پودر سیر میزنم و کسی هم به جز من تو خونه ما پنه نمیخوره و خب فقط من دوست دارم.
بعد یه زمانی پلو عدس دوست داشتم، خیلی پلو عدس دوست داشتم، ولی الان ذائقه‌ام تغییر کرده و پلو عدس رو اگر توش کشمش و گوشت و فقط برنج و عدس باشه خالی چرا دوست دارم، ولی مثلا وقتی گوشت و کشمش و اینا میاد نه. کلن با گوشت میونه خوبی ندارم مگر اینکه کباب باشه یا آب گوشت مثلا بدون دنبه باشه، کلن چیزای بدون دنبه. چند وقتی هم هست خیلی فن بیلی آیلیش بودم، خیلی بیشتر تجدید شده این فن بیلی آیلیش بودن، چون نمیدونم یوتیوبم کامل شده بیلی آیلیش، نمیدونم چرا ولی اینجوری شده مثلا شورت ویدیو همه از بیلی آیلیشه. بعد جو گرفتتم وگن شم. البته تو ایران وگن بودم واقعا خیلی سخته، ولی من 2 تا دلیل دارم اگر بخوام این کار کنم. یکی کم کردن وزنمه، یکی هم سالم خوری دیگه، سالم خوریه. الا خدایی جنبه محیط زیست دوستانه‌ای نداره، چون که هم از لحاظ فیزیکی انسان نمیتونه کاملا گیاهخوار شه. الان خیلی از گیاهخوارای عزیز اگر مثلا ببینن این ویدیو رو میگه چرا نمیشه، چرا میشه، یار چه گنبوله، نمیم چه بعد قارچ دوست ندارم، هم نمیشه از اون لحاظ و بدن کم میاره. خود بیلی آیلیش هم خیلی لاغر شده مثل جوونیش، البته میگن رژیم گرفته ولی جوونه، هنوز یانگه بچه‌م، ولی نوجوونیش خیلی لاغر شده. ولی هی میام ولی خدایی بدن کم میاره، نمیشه. بعد نگاه کن، من خودم چیز محیط زیست بودم، طرفدار محیط زیستم، عاشق حیواناتم، خودم جون میدم واسه گربه، ولی اگر مطمئن باشم با گوشت نخوردن من دیگه هیچ حیوانی نمیمیره و طبیعت پایدار میمونه، نه اینجور نیست. اگر همم گیاهخوار شیم، هیچ گوشت نخوریم، طبیعت و شهرها پایدار نمیمونن. باید یه قتل عام گسترده حیوانی کنیم. چرا؟ ببخشید، ما در زمان قدیم هم میکشتن میخوردن، یا حالا هر خانواده‌ای مثلا 2-3 تا دام داشت، اما الان دامداری ها هم پیشرفته شدن، هم بزرگ شدن، هم تعداد گوسفندا و چیزهایی که مثلا گوشت‌های خوراکی خیلی زیاد شدن. مزرعه، حتی خوک، مزرعه خوک هست که من نیستمش اصلا، نه به خاطر حلال حرومیش، به خاطر اون قشنگ قیافش هم میذاره چندشاره. بکن اون موجود رو بخوری، اون که تو گل و اینا زندگی میکنه. بگذار میدونسته گوشت خورن، خیلی از خوکا گوشت خورن و فکر کن همچین موجودیه تو بخوری. بعد نگاه کن، هر چی باشه از زمینه، یعنی تو گوسفندم از زمین به وجود اومده، اگر علف نباشه بخوره میتونه زنده بمونه، خب از زمین تغذیه میکنه دیگه، پس یه جوری گیاهخوار میشه. اینو من میگم که گوشت اگر بدون دنبه باشه در چند وقت یک بار توی مثلا خورش میخورمش، با اینکه همیشه هستم. مثلا مامانم میگه چرا گوشتار نمیخوره، بهم، یا مثلا بابام هفته 2-3 بار کباب میخره، گوشت اونجوری میخورم. خودم زیاد گوشتخوار نیستم، اونم جدیدن کردمش یه سیخ که لاغر شم. قبلا 2 سیخ میخوردم ولی حالا کمش کردم. یه ویدیو چیز بگیرم، عمودی بگیرم واسه یه شورت ویدیو برمیگردم.
دوستان گلم نگاه کن اینجا رو مرغا رو نمک و پودر سیر زدم، خوب سرخشون کردم. البته میبینید یه ذره پختنی تو مایکروفر جا مونده بود، یه ذره گوشتش سفید شده بود، یعنی پخته بود دیگه، حواسم پرت شده بود. فدات بشم. مجی لا ترجی. اینجا مرغا دیگه پختن، قارچو بهشون اضافه میکنی تا جایی که دوست داری میپزیشون، خوب میپزیشون، یعنی نذاری خام و مام چیز شه. حرارت هم ببر بالا، آب نندازه چیز کنه تو غذاتو خراب کن. نو غذا آماده است، یعنی الان غذا آماده است، یعنی توی ذرت و قارچ شیرم ریختم، حالا خامه میاد تو بازی، همه رو میزنه جلو. پارمزانم یادتون نره من زدم، نشون ندادم فقط. حالا همش میزنیم خوب قشنگ جون بگیره پاستامون، قوامدار شه. آب پاستا رو من میخواستم بریزم روش، حواسم نبود ریختم تو لوله. حالا که پاستامون آماده شد بریم یه توضیح کوچولو واسهتون بدم، خداحافظی کنیم. بچه‌ها تموم شد. چطور از مراحل اینیش فیلم گرفتم واسهتونم، شاید صدام گذاشتم. اونو میخواستم شورت ویدیو کنم، اما خلاصش این که مرغا رو که خورد کردم با پودر سیر و روغن سرخشون کردم، بعد قارچ‌ها رو اضافه کردم، بعد قارچ‌ها شیر و ذرت رو اضافه کردم، ذرت هم ریختم توش، خیلی خوشمزه میشه، امتحان کنید. ذرت رو اضافه کردم، بعد پاستا، بعد خامه، بعد نمک فلفلش رو اندازه کردم، یه پارمزان هم زدم، یه کوچولو نمکش دارم، برم نمکدون بیارم. خب اینم از نمکدون، طعمش فوق‌العاده شده. کارو بگی نگاه کنید، یاد نوید افتادم، شوهر فائزه، حتما میشناسید، اون یوتیوبر تقریبا میشه گفت معروفیه که تتو میزنه و اینا. من خیلی دنبالش میکنم، یعنی خیلی دوستش دارم، آدم با نمکه. پاستا که پختم یادم افتادم، چون اونم یه تاقار پاستا درست میکنم، منم یه تاقار شد الان رو گازه و کمی کشیدم آوردم، بعد تازه با نصف وسایل بود انقدر زیاد شد. و یکی رو پیدا کنم بدمش بخوره. خیلی زیاد شد. مامانم هم رژیمه، داداش محمودم الان زنگ میزنم بهش و ببره. دیگه اینم نهایت چیز بیرون رفتنمون، یه شام خوب. خداحافظ، دوستتون دارم، ممنون که با من امروز بودید، ممنون که ویدیومو تماشا کردید، لایک کردید، سابسکرایب کردید، مطمئنم دوستتون دارم. خداحافظ.